بسم الله الرحمن الرحیم. امام یک اصولی دارد، یک مبانی دارد. این اصول را، این خطوط را کنار هم که بگذاریم، یک شاکله ای از امام بزرگوار تشکیل خواهد شد. شخصیت امام اینه. اولین مطلبی که وجود دارد اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی است. امام اسلام ناب را در مقابل اسلام آمریکایی قرار داد. اسلام آمریکایی چیست؟ اسلام آمریکایی در زمان ما و در زمان امام و در همه زمانها دو شاخه بیشتر ندارد. یکی اسلام سکولار، یکی اسلام متحجر. امروز که شما نگاه میکنید ببینید هر دو نمونه اسلام امروز در دنیای اسلام وجود دارد. هر دو هم مورد حمایت قدرت‌های قلدر دنیا و مورد حمایت آمریکاست.